دوستان سلام، خوش اومد به این ویدیو. اگه احساس کندی داخل سیستمتون میکنید یا احساس میکنید ویروس داخل سیستمتون هستش، کلید ترکیبی ویندوز و آر رو بزنید تا پنجره ران باز بشه. بعد اینجا کلمه MRT رو بنویسید، انتر رو بزنید، منتظر شید که یه پنجره براتون باز بشه. منتظر حالا ما میشیم، یه پنجره برامون باز شد. نکست رو میزنیم، اینجا رو گزینه کویک اسکن میزنیم تا اینکه خودش اسکن کنه و ویروس هامون رو حذف کنه. اگر این کار انجام دادید و مشکلتون حل شد، ممکنه مشکل از درایواتون باشه، درایواتون ناقص باشه، یا مشکل از ویندوزتون باشه، ویندوزتون دچار خرابی شده باشه. پیشنهاد میکنم یا بعد اینکه این کار انجام دادید و نتیجه نگرفتید، یا درایواتون رو بروز کنید و عوض کنید، یا اینکه ویندوزتون رو عوض کنید. اگه نظری دارید داخل کامنت ها بگید. ممنون میشم که لایک و سابسکرایب انجام بدید. خدا حافظ.